السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان و برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشه. با دعا باشین، از دعای صالحتان ما را فراموش مکنین. یعنی برای داروها، یعنی بسیاری برادران زنگ میزدن برای داروها، رقم های دارو اکرام میبینین، آخرش که 92 90 میتونین که انشاءالله زنگ بزنین. برادرها همیشه در خدمت هستند، میتونن که یعنی با جو مکان شما را برسانن و این برادرم در خدمت های یعنی با همراه ما کلچت که صلاح تاکسی، یعنی تاکسی میتونین که یعنی کسانی که بسیار برادر زنگ بزنن که گنجای کار نیست، میتونین که کار بدروین در یاندکس دستافکا، میتونین که کار کنین که دامید که ماشین دارین، میتونین که کار کنین در شهر مسکو با لیسنزیا، پد مسکو به لیسنزیا میتونین کار کنین و پیتر، یکترینبورگ، سامرا دیگر شهرها میتونین که به لیسنزیا با لوبای نمود پروا میتونن که پد کلچت کنن. و انشاءالله که با دعا باشین خداوند جمله مسلمانانی که بیمار هستند الله اونها را شفای کامل و عاجل عطا فرماید از خزانه غیبش. و همیشه با دعا باشین. بسیاری برادران بیمار هستند، یعنی بسیاری مردم فکر میکنن که این کارمو به خاطر یعنی پل میکنیم که به خاطر دیگه و دیگه و دیگه. نه، همین قشتیم الحمدلله اون کس پل طلب نکردیم و نمیکنیم. تنها هر کاری که میکنیم به خاطر الله. وقتی که به خاطر الله کردی خداوند خودش رزق و روزی میاره. و بسیار برادران کامنتری ها می نویسن خداوند هر یک ما و شما رو نگهبان باشه. بسیاری فکر میکنن که اکتوری های بسیاری ویدیو نپرکفته هستیم از سبب اونه که ما خودم بیمار هستم، مریض هستم، نخونده هستیم و انشاءالله که ندل نیشیم دیگه ویدیو نمیپرتویم برای که مردم فکر نکنن که ما را به خاطر پرسمات رو برای دیگه کردیم. به خاطر الله میکردیم. ما را کردیم که به خاطر اینکه بعضی برادرها هستن اپا و خواهرها سحر و جادو میکنن. ببینن که حال کسانی که سحر و جادو میکنن حالشون به چی مبدل میگرده. بیچاره بعضیش حتی نماز خواندن نمیتونن از سبب سحر و جادو، حتی با همراه همسراشون همخوابگی کردن نمیتونن، حتی معامله خوب با همراه پدر مادر کردن نمیتونن، حتی با همراه پدر مادر گپ نمیزنن از سبب که سحر و جادوشون کردن، مثل گلوشون گردوندگن. یعنی منزلت پدر مادر بعد از عبادت الله میفرماید که واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، یعنی عبادت که الله را و با او شریک نرو یگون چیز را و نیکوکار باش نسبت پدر و مادر. وقتی که این بدبخت های ساحرها که سحر و جادو که میکنن این فرزندها از پدر مادر رو میگردانند. بعضی هاش یعنی پدر مادران خود را با خانه های پیران سالان میبرند. وای به حال شخصی که این گونه رفتار میکنه. تدین و کما تدان، یعنی چگونه کردی همون را از فرزند خود انتظار باش. هر آن چیزی کردی نسبت پدر مادر همون را 10 مرتبه زیادتر و بدتر از پدر و مادر خود از فرزندهای خود یعنی انتظار باشه میره. بسیاری فکر میکنن که هم کار کردن یعنی بهترین کار کردن، اما فکر نمیکنن که فردا تو بزنی بمبری و زنی تو شوهر دیگری میکنه و تو آقی پدر و آقی مادر شدگی. رضا الله فی رضا الوالدین، یعنی رضاگی الله در رضاگی پدر و مادر است. و اون خاطر رضاگی الله سبحانه و تعالی را شما جستجو کنین. در دلتون فقط یعنی الله سبحانه و تعالی باشه که در حدیث قدسی الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان ظن عبد بی و انا معه حین یذکرونی، یعنی گمانی بنده نزد من هست. هر آن چیزی که ما فکر میکنیم، فکر عقیده و نقشه داریم، الله سبحانه و تعالی از اون گمان ما و شما یعنی خبردار است. اما فکر کنین که الله سبحانه و تعالی یعنی به خودتان سوال بکنین که آیا در دل شما چیست؟ ذکر یاد عبادت الله هست، یعنی خوف و ترس الله هست، یا اینکه عشق محبت دنیا هست در دل ما و شما. و هم خاطر در دنیا مثل یک مسافر یا که مثل یک راهگذر باشیم. خداوند هر یک ما و شما را نگهبان باشه. به خاطر زن فرزند از پدر مادر رو نگردانین. به هر کجا روی پیدا شود زن، کجایی که میره زن پیدا کرده میتوانین، اما رود مادر رو نبی خواهر رو، یعنی خواهر شوهر میکنه میره و مادر از دنیا میگذره. بعد از آن یگان چیز گفتی که پا یگان آو سر تا نمیشون چه خیلی که در خودمون مطل تاجیکی است. با اون خاطر از الله سبحانه و تعالی دعاگو باشین
دعا کنین، طلب کنین. الله میفرماید که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به شما از رگ کردن قریب هستم. هر آن چیزی که میخواهین، هر مشکلی دارین از من طلب کنین، ان شاء الله الله خودش کمک میکنه. باقی در امان الله باشین. این رقم هایی که میبینین شرالی تاکسی برای دستفک یاندکس میتونین پدکلچت کنین، برای ماشین ها، برای چیزی که میخواین میتونین که پدکلچت کنین. و برای داروها 92 رقم ها رو میبینین و در دوام ویدیو یعنی داروها رو میبینین. خداوند هر یک ما و شما رو نگهبان باشه. مریض هستم، کم دوام میگیره، گپ زده خوب نمیتونم، بام خاطر یگان پستی و بلندی گپ زده باشم. از همتون عذر. خداوند ما و شما رو هدایت کنه و برای راست هدایت کنه. خداوند شفای کامل عاجل ما رو فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، در مغازه ما الحمدلله تمامی یعنی تقریبا داروها وجود دارند. خصوصا از این داروها یعنی برای شخصانی که بیماری پروستاتیت دارند و بیماری که یعنی بعضی هستن که فایز مردانگیشون سست است، برای همونها به نهایت داروهای خوب هستند. و داروهایی هستن که برای شخصانی که فربه شیدن میخواهن و خراب شیدن میخواهن، بعضی هستن که ژلودکاشون در میکنن. چند نوع داروها یعنی در ما وجود داره. و همچنین یعنی چارنتیمین، روغن سیاه دانه، حبت سودا، مثال روغن اینبیر و چند نوع داروها هست در ما الحمدلله. و این گونه قرآن های تاجیکی با زبان تاجیکی، با زبان روسی، با زبان ازبکی و قرآن های تجویدی هست در ما. به نهایت ارزانن، یعنی نرخ اینها همگی 500 روبل. میتونید که انشاءالله که زنگ بزنین. یعنی چند نوعش هسته، یعنی رنگ هاش چند نمود هسته. میتونید که رقم هایی که در روی اکران میبینین میتونید که زنگ بزنین. و تسبیح ها هم هستند، الکترونیش هسته، عادیش هسته و قرآن های میدهک هستند و دوخی ها هستند. این گونه قرآن ها هستند، یعنی هم کلی قرآن نویسگی و هم میتونید که در ماشین تان کشالش کنین، در یکان جای قرار کنین، میتونید که بخونین. یعنی آوی زمزم و الحمدلله بسیار چیزها هسته برای شخصانی که ریش ندارن. مینکسیدیل هسته، لین برده هسته، این گونه دارو هستند. دارو برای فربشیدن هسته، برای خراب شدن، برای کسانی که یعنی چش قرطقهاشون درد میکنه، برای اونها دارو هسته. مومیا هسته، ایس 4 نمتمینم علش که اگه 4 نمتمین کپسوله هسته، مثلا 4 نمتمین و کپسوله مثلا چند نوش هسته. ویتامین ها هسته، اومگا 3 ویتامین دی برای کودکا هسته، برای عصب، برای نیروی، برای سوستاف، هم برای شخصانی که پاهاشون کفیدگی هستن. یعنی در ما بسیار مردم هسته که خیلی پاهاشون درد میکنن، گریباک دارن، برای همونها هم الحمدلله که دارو هسته در ما. و دارو برای فربه شدن هم هسته. میتونید که انشاءالله که رقم هایی که در روی اکران میبینین اثر هم وجود داره. قاعده بغدادی برای شخصانی که قرآن خوانده نمیتونن، یعنی مسئله فهمیدینه. بسیاری هستن که سوال میکنن، از همه خوش بهترش که یعنی بخونین ختان و میفهمین بسیاری چیزها را. و فرض عین همچنین در ما وجود داره با زبان تاجیکی. میتونین که یعنی زنگ بزنین انشاءالله. آداب و اخلاق اسلامی، چگونه رفتار کردن با همراه کلان، معامله و چست طهارت اینما مثال. یعنی معلم الثانی با زبان تتریایی، اما عربی همش عربی نوشتگن، یعنی در سلوحش با تتر نوشتگی تک همش یعنی عربیه الحمدلله. میتونن که رقم های در روی اکران میبینین، میتونن زنگ بزنین انشاءالله. برادرها در خدمت هستن. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نگهبان باشه، در حفظ امانش با دعا باشین. از دعای صالحتون ما را فراموش نکنین. خیل به هست هر کس الهین دسته، کس الهین هم مثلش هسته، هم کپسولش هسته و همچنین دخی ها، یعنی چند نوعی دخی ها هستن، صابونه و شامپونا و یعنی بسیار چیزها وجود دارن. میتونین که انشاءالله زنگ بزنین، با دعا باشین، از دعای صالحتون ما را فراموش نکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.